امروز 12/6/404 و خب از اون ویدیو قبلی فکر کنم 2-3 روز میگذره و خب اتفاقی که افتاد دیروز اومد لپتاپشو برد، منتها نصرفید اونقدر برام که باید میصرفید. ولی خب از این ویدیو یعنی میخواستم یه آپدیت در مورد اون بدم. کلا امروز بحثم یه چیز دیگه است. بحثم رو دیباگه، یعنی دیباگ کردن به نظر من مهمترین نکته یه چیزی. الان این وانتی داد میزنه، کن بذار ویدیو رو پاس کنم. خیلی به نظر من مهمترین چیزی که میتونه توی کار وجود داشته باشه دیباگ کردن. حالا تو هر کاری مثلا این هست، مثلا یه نجار رو من میخوام بهتون مثال بزنم، میاد مثلا یه جایی که 4-5 متری هست و مثلا میخواد کابینت بزنه، بعد که کارش تمام میشه یه نگاه دور که بکنه میبینه این چرا کجه. و خب تجربه است که ثابت میکنه بهش که کار من اشتباه نبوده، دیوار کجه. یعنی اون کسی که داشته دیوار رو مثلا حالا یا گچه یا کاشه یا حالا هر چیه دیوار رو کج ساخته. و خب تو خونه قدیمی میتونی نگاه کنی که به مرور آدم ها اینو تجربهشو دارن کسب میکنن که آقا تو این کارو کنی کار تمیز در میاد. به نظر من توی حوزه کامپیوتر دیباگ کردن خیلی مهمه. یعنی تو دانشگاه بیشتر از این که بیان یاد بدن یه مثلا پروسه، حالا مثلا بیان یه پیش بذارن، مثلا یه پیش نیاز کنن، بیان آقا این در این مثلا زبون مثلا اینجوری کار میکنه، اینجوری کار میکنه، اینجوری کار میکنه. حالا برن مثلا یه دونه درس دیگه بذارن که دیباگ کردن شده. آقا این به این مشکل خوردی چجوری باید حلش کنی. من خیلی چیزا رو توی مغازه یاد گرفتم که چجوری مثلا به این باگ خوردم باید درستش کنم. مثلا یه ویندوزی من دانلود کردم، ویندوز 10. باورتون نمیشه ولی من اصلا اینو بلد نبودم. خب چی کار کردم؟ میخواستم نصب کنم، گفتش که تو باید منو وصل کنی به اینترنت. و خب وقتی وصل میکردی بهت میگفت باید اکانت بسازی و 2 ساعت، یعنی یه پروسه بودم 5 دقیقه‌ای رو نیم ساعت طول میداد. و خب با سرعت اینترنتی که من داشتم عمرن میتونستی اکانت مایکروسافت درست کنی. و وقتی هم که بعدش درست میکنی توی خود ویندوز کلی اذیتت میکنه که مثلا میخوای برنامه واسه کنی وارد اکانتت باید بشی، میخوای فلان کار کنی وارد برنامه‌ت وارد اکانتت باید بشی. و خب من میشه گفت مثلا 3 ماه پیش تازه فهمیدم که اون گوشه I don't have اینترنت هست که میتونی بزنی. حتی اگه نباشه میتونی بری تو محیط CMD حالا آفش کنی با یه دستوری. من اینو تازه فهمیدم و خب کسی هم نبودش که مثلا بخواد اینو بهم بگه، من خودم متوجه شدم. یا اینکه حتی مثلا تو خود رفوس یه گزینه هست که اونو واسط اوکی میکنه، میتونی بزنی حتی دیگه اونجا هم تو CMD نری که چیز کنی. میدونی شاید اصلا یه روش خیلی بهتری هم هستش که من هنوز نمیدونم. و خب به خاطر همینه که میگم تجربه رو من خیلی بیشتر دوست دارم و اونجور آدمی هم نیستم که بگم بلدم. اگر واقعا چیزی باشه که بتونه به تجربه هم اضافه کنه، حتی یه مثلا یه آدم 4 ساله اگر ببینم داره یه چیزی رو به هم اضافه میکنه، من خیلی خوشحال میشم بابتش. داشتم اینو میگفتن که توی دنیای کار امروز، یعنی توی دنیای کامپیوتری، تو حوزه کاری که من توشم، اینه که بتونی خطاها رو بخونی و برطرفشون کنی، نه تنها میتونه توی زندگی سخت افزاری کمکت کنه، تو زندگی واقعی هم میتونه کمکت کنه. یعنی اینکه یه جور دیگه به آدم رو نگاه میکنی که آقا مشکل چیه؟ مشکلتون رو من چجوری میتونم حل بکنم؟ میدونی چی میگم؟ ولی خب مهمترین داستش چرا اصلا این به ذهن من رسیدیم؟ یه نفر اومد یه کانتر میخواست نصب، کانتر چیه؟ کالاف میخواست نصب کنه، بعد سیستمش همش قالب کرده بوده. مثلا PS4 رو یارو رفته داده، مثلا بگیم گرون بخواد برداره، مثلا چه من 17 تومن گرون بخواد برداره تو این تاریخ، اسلیم یه ترا کپی خور راحت یه 10 تا 12 تا هم بازی روشه دیگه. عرضم به خدمتتون که
اونو داده، 20 تومن دیگه هم داده و یه لپتاپ آیتیریه نسل نمیدونم 12 بهش انداخته یارو. اونم چی؟ F. یعنی اینکه خود سی پی یوش کارت گرافیک نداره و باید یه کارت گرافیک جدا خود لپتاپ داشته باشه که اونم نداشت. و خب من نمیدونم چه جوری بازی رو واسش نصب کردم، ولی خب گفت اوکیه من بازی میکنم فلان بیسا. تازه پیش نیاز کالافم رم 12 گیگ بود، کلا 8 گیگ رم داشت، تازه چی ویندوز 11. و خب میدونی من همین امروز مثلا داشتم نصب میکردم، یه سری DLL رو خود نمیدونم حالا چی بود، شاید ویندوز 11 نریخته بود، شاید مشکل ویندوز 11 بوده، چون من رو ویندوز 10 ریخته بودم اوکی بود، شاید من اشتباه نصب کرده بودم و کلی شاید دیگه، ببخشید میگم، و کلی شاید دیگه که خب اینا مهم نیستش هستن. ولی من یاد گرفتم که اگه یه بازی نیاورد بشین باگشو بخون، باگشو سرچ کن، چون قبل از تو هزاران نفر به این باگ خوردن و هزاران نفر این باگو برطرف کردن. خیلی راحت. من نیم ساعت نشسته بودم پای اینکه اوکی این چرا نمیاره، این داره میگه که فلان DLL مثلا نصب نشده، میرفتم دانلود میکردم میریختم گفت این یکی DLL نصب نشده، رفتم اون یکی دانلود کردم گفت این یکی فلان چیز نصب نشده، رفتم یه دقیقه سرچش کردم آورد یه سایتی بود کل DLL رو یه جا جمع کرده بود، زدم اکستراکت کردم ران کردم نصب کردم فلان شد تموم شد نصب. میگم هنر سرچ کردن و خوندن و فهمیدن یه چیز جداست و خب اینه که میتونه یه آدمی رو سوق دادن. یعنی چی؟ سوق بده سمت پیشرفت. آره دیگه همینو میخواستم بگم. تجربه خوبه، از تجربه بقیه استفاده کنید، حتی تجربه بدشون. اینکه یه آدمی شکست خورده این میتونه خیلی به تو کمک میکنه. چرا؟ چون یه تصمیمی گرفته که توی شکست خورده، تو میتونی اون تصمیم رو نگیری. اوکی طرف مثلا معتاد شده، تصمیم گرفته که یه دود تو تصمیم میگیری یه دودو نزنی، تموم شد، به اند. یا مثلا خیلی چیزای دیگه. از این ویدیو دیگه برای تاملیل این ویدیو هم اینو در نظر گرفتم که فیچر فوق العاده ایه.